مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت دزدی خبر داد که 7 ماه پیش خانه یک ساکن سالخورده پایتخت شهر دوشنبه را زده بود. بنا به اطلاع نشر شده به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فردوسی با عریضه پیرمرد 71 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 6 یولی سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک مقدار اشیاء روزگار و دزدیده جای حادثه غیب زدن. ضرر رسانده شده 20,000 سومانی یا تقریبا 1800 دلار را تشکیل داده است. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن نویه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچنین جزا برای دزدی وابسته به حالتهای چنین جنایت و عاقبت‌هایش از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. از این قبل مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن دو حالت دزدی، ربودن 210,000 سومانی از خانه یک زن در نویه رودکی و دزدی 17,000 سومانی از داخل یک سرتراشخانه در بازار مرکزی شهر استرافشان خبر داده بود. دزدی جنایت اعظم رایج در تاجیکستان به شمار رفته. از 21319 جنایت سال 2023 در جمهوری ثبت شده، 4241 جنایتش یعنی هر جنایت پنجم دزدی بوده است. سال 2022 در جمهوری 5240 دزدی ثبت شده بود که قریب چهارک جمع جنایت‌های سال را تشکیل می‌داد.